البته از پردرآمدترین شغل‌های آمریکا یکی از کشورهایی که برای داشتن شغل پردرآمد و با کیفیت مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته که تفاوت نجومی درآمد این شغل‌ها رو در ایران و آمریکا مشاهده می‌کنید که پشماتون میریزه. اما چه شغل‌هایی در این کشور پردرآمدترینن و چه شرایطی برای ورود به اونها لازمه؟ پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. شماره اول، جراح. شغل جراحی یکی از پرمسئولیت ترین و حساس ترین مشاغل دنیاست. جراحان با استفاده از دانش و مهارت خود بخش‌های آسیب دیده بدن را ترمیم کرده و یا جایگزین می‌کنند. این کار می‌تواند به نجات جان انسان منجر بشه، اما در حین حال خطرات و چالش‌های زیادی به همراه داره. جراحی یک کار پرخطره که ممکنه در معرض خطر عفونت، خونریزی و صدمات دیگر قرار بگیره. جراحان برای رسیدن به این موقعیت شغلی باید سال‌های طولانی تحصیل و کارآموزی را پشت سر بذارن و ممکن است بسته به تخصص خود ساعات طولانی و نامنظمی در اتاق عمل باشند که درآمد ماهانه حدود $409,000. شماره دوم، متخصص بیهوشی. برای تحصیل در آمریکا دانشجویان ابتدا باید در کالج تحصیل کنند که دوره‌های اونها معمولاً بین $20,000 تا $35,000 هزینه به دنبال داره. تحصیل در رشته بیهوشی بعد از کالج به دانشگاه میرسه که هزینه اون هم بسته به مقطع تحصیلی و قوانین مالی هر کدام از دانشگاه‌ها متفاوته. در آمریکا معمولاً دانشجویان برای رشته بیهوشی باید سالانه بین $15,000 تا $40,000 شهریه بدن، به جز دانشجویانی که تبعیت این کشور رو دارن. در واقع تحصیل در آمریکا چه در رشته بیهوشی چه سایر رشته ها برای دانشجویان بین المللی واقعا بسیار پرهزینه است. اما درآمد ماهانه این شغل $386,000 که دانشجویان انتخاب‌های زیادی بعد از فارغ التحصیلی از رشته بیهوشی خواهند داشت. در صورتی که از دانشگاه خوبی فارغ التحصیل شده باشند، در بهترین بیمارستان‌های آمریکا با سطح درآمد خیلی خوب میتونن مشغول به کار شن. شماره سوم، جراح فک و صورت. این جراحی یکی از رشته‌های تخصصیه که به هر دو رشته پزشکی و دندان پزشکی وابسته است و در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا برای گرفتن این تخصص باید هر دو رشته پزشکی و دندان پزشکی رو گذروند که با آن مدرک دو رشته یا دابل دیگری هم میگویند. در گروهی از کشورها که ایران نیز یکی از اونها میباشد، برای گرفتن این مدرک شخص باید در دوره دستیاری همزمان با گذراندن بخش‌های تخصصی فک و صورت بخش‌هایی از دانشکده پزشکی که برای آشنایی بیشتر با این رشته کارهای لازم را انجام میدن. این رشته از زمان جنگ جهانی اول به خاطر تکنولوژی‌های مدرن جنگی که آسیب‌های شدیدی به سر و صورت سربازان وارد می‌کرد و نیاز به بازسازی این آسیب‌ها بود، به وجود اومد. این رشته برای اولین بار در انگلیس شکل گرفت و سپس به دیگر کشورها گسترش پیدا کرد که درآمد ماهانه تقریباً $232,000. شماره چهارم، متخصص ارتودنسی. این شغل ماهانه حدود $230,000 درآمد داره. این افراد باید دوره دندان پزشکی رو پشت سر گذاشته باشن و یک دوره کارآموزی تخصصی رو تکمیل کرده باشن تا بتونن در آزمون صدور مجوز شرکت کنن. پیش بینی میشه موقعیت شغلی این افراد به 6,900 مورد برسه که نشون میده حدود 8% افزایش پیدا کنه. تحصیل در رشته ارتودنسی در آمریکا میتونه دریچه‌ای برای ورود به بهترین کشور دنیا در زمینه آموزش این رشته برای افراد مختلف باشه. افرادی که در حوزه دندان پزشکی فعالیت میکنن به خوبی نسبت به این مسئله واقف هستن که تحصیل در رشته ارتودنسی میتونه در میزان درآمد اونها نقش داشته باشه. افرادی که این تخصص رو برای آینده خودشون انتخاب میکنن میتوانند در یک بازه زمانی کوتاه مدت مدرک تخصصی خود را در این حوزه دریافت کنند و مجوزهای لازم رو برای این کار به دست بیارن. شماره 5، متخصص زنان معمولا ابتدا برای مراقبت‌های معمول قبل از تولد به متخصصان زنان زایمان مراجعه می‌کنند. سپس در طول مدت زمان بارداری خود تقریبا یک بار در ماه به پزشک مراجعه می‌کنند. متخصص زنان و زایمان همچنین زنان مبتلا به بیماری پرخطر را در دوران بارداری و بعد از بارداری درمان می‌کنند. در صورت نیاز به الگا یا سزارین، یک متخصص زنان و زایمان بر کارها نظارت می‌کند. آنها همچنین هر گونه عمل جراحی مرتبط را انجام میده که
تفاوت ماما با متخصص در اینه. ماما از طریق رشته تجربی وارد این حرفه میشه، اما متخصص زنان دروس دوره پزشکی و تخصص خود را سپری میکنه. ماما به مسائل جزئی و بیماری‌های کم خطر میپردازه، اما متخصص زنان به مسائل پیچیده و بیماری تخصصی تر که درآمد ماهانه حدود 234,000 دلاره. شماره 6 روانپزشک. روانپزشکی با میانگین درآمد حدود 220,000 دلار در ماه یکی دیگر از مشاغل پردرآمد آمریکاست که هر روز به تعداد مراجعین اون در بخش‌های مختلف افزوده میشه. در جامعه پیشرفت آمریکایی سلامت روان به اندازه سلامت جسمی حائز اهمیت بوده و متخصصان حوزه بهداشت روان از اهمیت بالایی برخوردار هستند. یکی دیگر از دلایل پردرآمد بودن این تخصص امکان فعالیت اون در حوزه‌های مختلفی مانند درمان فردی بزرگسالان، کودکان و نوجوان، اعتیاد، ازدواج، روانپزشکی قانونی، فرزندپروری و بیماری‌های روانیه. پیش بینی میشه که تقاضا برای موقعیت شغلی روانپزشکی و روانشناسی بالینی تا سال 2030 حدود 13% افزایش پیدا میکنه. در حقیقت مهمترین و اساسی ترین تفاوت بین روانپزشک و روانشناس اینه که روانپزشک هم توانایی تشخیص و درمان بیماری‌های جسمی رو داره و هم توانایی تشخیص و درمان بیماری‌های روانی رو و هم میتونه دارو هم برای این بیمار تجویز کنه. روانشناس حتی اگر دکترای بالینی هم داشته باشه حق تجویز هیچ نوع دارویی رو نداره. شماره 7 دندانپزشک. افراد برای ورود به بازار کار دندانپزشکی در آمریکا باید از مهارت زبان بالایی برخوردار باشند تا بتونن در آزمون USMLE اقدام کنند. آزمون فوق دارای 3 مرحله‌ای که مرحله 2 اون خودش از 2 بخش تشکیل شده که به صورت عملی برگزار میشه. اگرچه آزمون تعیین صلاحیت پزشکی و دندانپزشکی آمریکا دشواره، اما دندانپزشکانش موفق به کسب نمره قبولی در این آزمون بشن با اخذ پروانه کار در این کشور به درآمدهای بالایی میرسن. به طور کلی میزان حقوق و درآمد در این کشور بالاست. رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از جمله مشاغلی هستند که در لیست بالاترین درآمدها در ایالات متحده قرار دارند، اما دندانپزشک با بیماران در ارتباط مستقیمه و احتمال داره بیماری‌های عفونی مختلف مثل هپاتیت یا ایدز را از بیماران خودش بگیره و درآمد ماهانه این رشته حدود 174,000 دلاره. شماره 8 خلبان. شغل خلبانی یکی از حرفه‌های پرچالش و جذاب در صنعت هوانوردیه که همواره به عنوان یکی از مشاغل پرطرفدار شناخته میشه. خلبانان نه تنها مسئولیت ایمنی و امنیت مسافران رو بر عهده دارن، بلکه ماهیت پویا و متغیر هوا و شرایط مختلف پروازی مثل آب و هوا، مسیرهای پروازی و دستگاه‌های پروازی پیشرو را بر عهده دارن. هر خلبان در هواپیما بالاترین فرد در سیستم هدایت، کنترل و نظارت هواپیماست که در واقع فرمانده هواپیمایی است که میلیون‌ها دلار ارزش دارد. همونطور که میدانید شغل خلبانی به دلیل استرس بالا و خطراتی که ممکنه در حین پرواز متوجه خلبان بشه یکی از شغل‌های پردرآمد دنیاست که در آمریکا درآمد نجومی داره و همین استقبال خیلی از جوونا برای رفتن به شغل خلبانی شده. خلبانی با چالش‌هایی مثل شیفت‌های نامنظم، فشار روانی و استرس ناشی از پروازهای طولانی و شرایط جوی نامطلوب روبرو میشه که درآمد ماهانه این شغل حدود 161,000 دلار در آمریکاست. شماره 9 مهندسین نفت. مهندسی نفت یکی از پردرآمدترین شاخه‌های مهندسیه. البته درآمد بالا تنها مزیت کار کردن به عنوان یک مهندس نفت نیست، بلکه مهندسین نفت میتوانند در نجات محیط زیست نقش داشته باشند. مهندسان نفت ایرانی بنا به دلایل زیادی از جمله بیکاری، دستمزدهای پایین و مواردی از این دست اقدام به مهاجرت میکنند که این شغل نیازمند قبول شدن در برخی از آزمون‌های عمومی و تخصصی است. مهندسان نفت جهت اخذ مجوز برای فعالیت در صنعت نفت آمریکا نیازمند شرکت و قبولی در آزمون‌های مختلفی هستند. آزمون مبانی مهندسی یا FE اولین آزمونی است که متقاضیان برای اخذ مجوز فعالیت حرفه‌ای در صنعت نفت آمریکا باید اقدام به دریافت آن کنند. مزیت‌های شغلی موجود برای مهندسان نفت در آمریکا میتوان امنیت شغلی بسیار زیاد عنوان کرد که درآمد ماهانه حدود 137,000 دلاره.
شماره 10 جراح مغز و اعصاب. رشته جراحی مغز و اعصاب در آمریکا بدون شک یک رشته بسیار کامل و بسیار حرفه‌ایه. تخصص پزشکی در سلامت کلی انسان نقش مهمی داره، اما برخی از اونها تأثیر چشمگیرتری نسبت به سایرین دارن. به عنوان مثال جراحان مغز و اعصاب بیماری‌های مغز و سیستم عصبی رو درمان می‌کنن که میتونن اثرات ظریف و گسترده‌ای رو داشته باشن. اینها ممکنه شامل مشکلات رفتاری و ادراک و مشکلات حرکتی یا درد ناتوان کننده در برخی بیماران باشد. اصلاح این شرایط از طریق جراحی اغلب تاثیر فوری و چشمگیری بر کیفیت زندگی بیمار داره. پس از فارغ التحصیلی جراح تازه آموزش دیده واجد شرایط دریافت گواهینامه از طریق هیئت جراحی مغز و اعصاب آمریکاست که میانگین درآمد ماهانه این شغل در آمریکا حدود $609,000. ویدیو به آخر رسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و این ویدیو رو پیشنهاد میکنم که درباره گرونترین کشورهای جهان و خصوصیات اون گفته شده. لایک و سابسکرایب کانال یادت نره. مرسی، خدا نگهدار.